جان. بازه رو بیار، بازه رو بده به من. کلم خورد میکنه. میدونی چرا کلمی؟ کلم سر کلمه بنفش. دیگه هم کلم سر دیگه. کلمه بنفش. درسته. نمیتونی با هر کور از که میگی او بکنی. درسته. 8 امتیاز ایمان گرفت. آه خدای من. ببین چه سریع به خودش قره شد. حالا 2 تا رو درست گفتی. جوجه رو آخر پاییز میشمارن آقا ایمان. آقا کوروش حالا جدی این بیسکویت چه مزه‌ایه؟ حالا خوردم بردم بعد تعریف میکنم. بریم. 3. یه نیست بکنم تو دهنم. همه چیزو که نمیتونی بکنی تو بکن تو دهنم. هی باشه باشه. درسته. نوکرتم. میدونی که آقا کوروش بابای من پفک ساز بوده یه مدت. تو کار عمده پخش پفک بودن. بابای من تنها تو کار پفک بود، نودلم میخورد. پدر فعالی داشت. خیلی فعال بود. قبول زبر کنی. شدی آقا ایمان امروز. نوکرتم. اسم خانوم گومز اومد برا من بشاش شدی. تا قبل اونق بودی اونجا نشسته بودی. شاعر میگه در ابریشم عادت آسوده بودم، تو با بال پروانه من چه کردی؟ شاعر شده آقا ایمان. مرا خاک بر سر تو بازی. این 2 تا چیز میتونه باشه، یا سیب زمینیه. نمیتونی یه چیز آقا. میتونی بگی، 2 تا چیز نمیتونی بگی. ایمان دوست داره خیلی. خیلی دوست دارم خوردنی. میوه. آناناس. موز دوست دارم. موز موز. چلوس موزی بود. آخ گوشت، این گوشت. انا. آخ گوشت. من درخواست گوشت کردم. نه شما بدش من. اگر به خاطر داشته باشی آقا کوروش، مسابقه ایو من برنده شدم، مجازاتشو نکردم واسه خودم. گفتیم که یا مجازات یا یه جایزه رو میتونم واسه خودم از آن. نه نکن. میخوای این کارو بکنی؟ این جایزه رو برای خودم میخوام. من واقعا هیچی ندارم. بوی سلنا میده. I love you like a love song baby. Of course.